شاید راه گریز از ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی‌های صوتی و دسترسی نداشتن به امکانات در همه نقاط که روح و جسم همه انسان‌های کره زمین را آزرده می‌کند، تغییر سبک زندگی رایجی که محیط زیست و انسانها را با مشکلات جدی مواجه کرد. سرعت تغییرات فناوری و محدودیت زمان و توان انسانها و وظایف متعددی که بر عهده هر فرد است، ما را به سمت تغییر این شیوه زندگی سوق می‌دهد و در این راه امکانات متنوع فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی می‌تواند بسیاری از معضلات زندگی شهری را مرتفع کند و دسترسی داشتن به امکانات در هر مکان و زمان را فراهم نماید. دسترسی به بهترین اساتید در یک کشور و حتی در سطح دنیا امروز دیگر یک رویا نیست. دسترسی دائمی و سریع به غنی‌ترین منابع علمی در هر رشته دانشگاهی که مشغول تحصیل و یا فارغ التحصیل آن هستید، امروز دیگر یک واقعیت است و وقت گذاشتن برای رفت و آمد به کلاس، اتلاف انرژی، زمان و هزینه دیگر مقرون به صرفه به نظر نمی آید. کارمندی که به صورت تمام وقت مشغول کار است، خانمی که کارمند بانک است و برای ترفیع درجه احتیاج به گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی دارد، خانم خانه‌داری که علاقه‌مند به تحصیل است و به دلیل مراقبت از فرزند کوچک خود قادر به حضور در محل تحصیل نیست، دیگر نباید به خاطر فراهم نبودن موقعیت رنج ببرد. تمام کسانی که فرصت حضور در کلاس را ندارند می توانند به سادگی و فقط با یک کلیک دانشجوی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی شوند. دانشگاهی که به صورت همزمان از کلاس‌های متعدد با 3000 دانشجو پشتیبانی می‌کند و فارغ التحصیلان آن مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم و مراکز معتبر جهانی را دریافت می‌کند. واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن 3 دانشکده فنی مهندسی، مدیریت و علوم انسانی و بیش از 200 رشته تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی با تمرکز بر تحصیلات تکمیلی، یکی از بزرگترین و مجهزترین دانشگاه‌های مجازی خاورمیانه است که دانشجویان به صورت شبانه روز از خدمات پشتیبانی فنی بهره مند می‌شوند. مراکز داده مجهز و تجهیزات بروز کنترل و مانیتورینگ در اختیار کارشناسان خبره فناوری اطلاعات امکان ارائه خدمات آنلاین بدون وقفه و با کیفیت به اساتید و دانشجویان را فراهم می‌نماید. تمامی خدمات به دانشجو در سامانه جامع بومی خدمات الکترونیکی به صورت آنلاین ارائه می شود و دانشجو می تواند تمامی خدمات مورد نظر خود را از جمله دریافت کارت دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل، انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور و تصفیه حساب مالی را به راحتی انجام دهد. دانشجویان تنها و تنها برای شرکت در آزمون‌ها به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه می‌کنند و در همه مراکز در سراسر ایران و مراکز مجاز خارج از کشور امتحانات برگزار می‌گردد. دانشجویان خارج از کشور در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در همه نقاط دنیا می‌توانند در امتحانات شرکت کنند. در برخی موارد نیز دانشجویان با انجام پروژه و تکالیف پژوهشی ارزیابی با تلاش بیوقفه مدیران کارآمد و کارشناسان متخصص و پرتلاش واحد الکترونیکی، تعداد دانشجویان واحد الکترونیکی از 1200 نفر در اواخر سال 1392 به 15000 دانشجو در سال 1395 رسیده و برنامه‌ریزی این دانشگاه برای سال 1396 رساندن تعداد دانشجویان به 80000 دانشجو تا کمیت و کیفیت آموزشی در کنار هم و به عنوان 2 بال روز به روز تقویت شود. ایده ما در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی این است که هیچ محدودیت مکانی یا زمانی در هیچ نقطه‌ای از دنیا مانع تحصیل و پیشرفت نمی‌گردد. برای آموزش هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست و در هر نقطه‌ای از دنیا با یک کلیک می‌توان در کلاس بهترین اساتید شرکت کرد. واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی